و مسئله بعدی مسئله برد کرامز ها هستش، خرده نان ها. یکی از ابزارهای خیلی مفید توی ناوبری وبسایت ها برد کرام ها هستن. این لینک های کوچیک مسیر حرکت کاربر رو نشون میده و چند تا مزیت داره. یکیش اینه که باعث میشه هدایت آسون بشه، کاربر بفهمه الان کجای سایت. دو، اینکه بتونه سریع با یک کلیک به بخش قبلی برگرده حتی اگه چند مرحله‌ای باشه. و سومی میشه ساختار شفافش. اینکه کاربر توی نگاه ساختار کلی سایت رو میتونه ببینه که از کجا مسیر شروع شده، الان کجا هستش. و کانونشن هایی که توی نویگیشن ها قرار دارن. نویگیشن توی وب مثل سیستم تابلو خیابانی باید استانداردهای مشخص و پایبندی داشته باشه دیگه. این استانداردها کمک میکنن که کاربر سریعتر مسیر خودش رو پیدا کنه. یه مثال هایی از این استانداردها، یکی این سایت آیدیه که نام سایته که معمولا تو گوشه بالا سمت چپ صفحه قرار داره، نشون میده شخص تو چه سایتیه. دومی میشه پرایمری سکشنز که بخش اصلیه. این دسته‌بندی ها به کاربر کمک میکنه که تا وارد بخش مختلف سایت بشه، مثل منوی اصلی. سه، لوکال نویگیشنه. این نویگیشن مخصوص بخشیه که کاربر الان توشه و گزینه‌های مرتبط اون رو نشون میده. و چهارمیش میشه یوتیلیتیز یا ابزارهای کاربردی، مثل لینک های مثل ساینین یا مثلا سرچ یا کانتکت آس یا ابزارهای عمومی سایتن. چند تا ابزار کلیدی هم توی نویگیشن وب هست که یکیش هوم باتنه و یکیش سرچ باکسه. توی هوم باتن در واقع یکی از ضروری ترین بخشای نویگیشنه که وقتی کاربر حس گم شدن پیدا میکنه، این دکمه براش مثل راه نجاته، مثل دکمه اجکت میمونه. ابزار بعدی ابزار سرچ باکسه. خیلی از کاربرا ترجیح میدن به جای گشتن چیزی که میخوان سرچ کنن و داشتن یک سرچ بار ساده و کارآمد تجربه خیلی بهتری به کاربر میده. حالا یه نتیجه گیری از این فصل بخوایم بکنیم، میشه اینکه طراحی نویگیشن خوب یعنی تفکر کمتر، یعنی زحمت به فکر دادن کمتر. یه نویگیشن خوب باعث میشه کاربر بدون فکر کردن زیاد سریع و راحت به چیزی که میخواد برسه. باید ساختاری طراحی کنه که مثل راه رفتن توی یه خیابون آشنا بی دردسر باشه. و هدف نهاییش چیه؟ اینکه کاربر نباید برای جابجایی خیلی فکر بکنه.